سید نوردین شمس‌الدینوف ادوکات و سود اجراچی سابق از نویای بخش که در پایان سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد، روز 19 نوامبر مراجعت نامه‌اش را به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی نشر کرد. سید نوردین شمس‌الدینوف میگوید او را با مقصد پوشاندن قانونشکنی‌های مقامات حفظ حقوق نویای بخش بر اساس اتهامات ساخته و بافته محکوم به زندان کرده، برای آنکه دیگر به یگان جا شکایت نکند از نامش در اینترنت ویدیوهای نشر کرده به ضدش با اتهام گویا همکاری داشتن با سازمان‌های ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 پرونده نو آغاز کردند. ادوکات زندانی در مراجعتش میگوید او را برای یک پارچه زمین و در حال به چنین مدت طولانی محکوم کردند که از اعمالهایش به یگان کس ضرر نرسیده است. سید نوردین شمس‌الدینوف میگوید دادستانی نویای بخش تا به محبس آمده او را شکنجه داد تا که از ادعاهای شکایت‌هایش دست کشیده به تقدیر تن دهد. سید نوردین شمس‌الدینوف از امامعلی رحمان و رستم امامعلی خواسته است که پرونده او را زیر نظارت خود بگیرند و به یک دادگاه بی‌غرض بسپارند. اگر گناهکار باشم تیارم در نزد قانون جواب دهم، لیکن من یگان گناه ندارم. یگانه گناهم همین بود که قانون شکنی‌ها را در نویای بخش آشکار کردم، میگوید ادوکات زندانی. سید نوردین شمس‌الدینوف را ماه دکامبر سال 2020 بر اساس 7 بند کودکس جنایتی از جمله برای خرید و فروش زمین و قلابه به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند. روز 25 دکامبر در سخن آخرین خود در دادگاه گفت اتهامات به ضدش اعلان شده از جمله خرید و فروش زمین، قلابه و پنهان کردن معلومات غلط را نمیپذیرد. شمس‌الدینوف قبلا شکایت کرده بود که پس از چند مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان مسئولان دادستانی نویای بخش او را چپ گرفتند و به فروش غیر قانونی زمین متهم می‌دانند. سید نوردین شمس‌الدینوف در دوشنبه در محبس سابق کارمندان مقامات قدرتی واقع در نزد ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی حکم خود را ادا می‌کند. ماه ایون خبر دادند که به ضد این ادوکات که الکی به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع از جمله گروه 24 پرونده نو گشودند. گفته میشد که او گویا ماه ینور برای پرونده و ناروزگیش از جریان تفتیشات به گروه 24 و پیامنت مراجعت کرده است. فیض عالی وکیل مدافع سید نوردین شمس‌الدینوف آن وقت گفت زیر حمایتش توسط تلفن محبس با او تماس گرفته گفته است هیچگاه به گروه 24 مراجعت نکرده است و افزود زیر حمایتش تنها با امضای سعید صدر درباره بی‌عدالتی در نویای بخش به سامانه پرزیدنت تاجیکستان عریضه و مقاله می نوشت.